براندو هم یه دونه از اون صداهای استثنایی بود که صدای معمولی نبود، که اینم باز من صدا رو ساختم، سعی کردم، چون میدونی به طور کلی من عادت دارم، خودت میدونی صدایی که انتخاب میکنم برای اون هنرپیشه کاملا گوش میدم بهش. من دیدم کاملا گوش میدم ببینم این چیکار میکنه، بعد لب و دهنش قشنگ نگاه میکنم، فریاداشو نگاه میکنم، حس و حالش رو نگاه میکنم، چقدر خوب بازی کرده، چقدر مثلا همه اینا رو در نظر میگیرم، بعد میشینم پشت میکروفون کار انجام میدم. الانش هم تقریبا نه به اون شکل، ولی خیلی دقت میکنم که اون حال هوا باشه. این فیلم زاپاتا اولین فیلم بود که جاش حرف زدیم. اولین فیلمی که من به جای مارلون براندو صحبت کردم به نظرم خیلی زیاد توی استودیو میساقیه با مدیر دوبلاژی آقای کاملی بود که اونجا این صدای اینو دیدم، روش کار کردم. یه روزم با آقای کاملی گفتم بذارید من تیکه‌ای که شما میگیرین بگیرین، من یه روز حال هوای اینو ببینم. بله. اینم گفت باشه خیلی خوبه اینا. اون وقت یه روزم که نبود اونجا که میرین. بله 7 روز 10 روز طول می‌کشید. یه روز من نشستم همینطوری اگه گوش کردم، رفتم جلو میکروفون نشستم ببینم این چه جوریه. بعد اومدم خونه، یه خدای من تو دماغی چه جوری بگم نمیشه. پنبه گذاشتم نشد، چسب گذاشتم نشد، نمیدونم پنبه افتاد، یک مکافاتی همینطور جلو آینه تمرین می‌کردم. بعد یه دفعه خدا رحمت کنه مادرم گفت تو حسین آقا رو میشناسی؟ گفتم کدوم حسین آقا؟ گفت همون یخ میفروشه، یخای قالبی مثلا سر خیابونمون. گفت برو خیلی تو دماغی ما در حرف بزنه، ببین ازش یاد بگیر، اداشو در بیار. گفتم حسین آقا فلان. اومدم دیدم آره حسین آقا میاد، یخ که نشوندن تا یخ. گفتم ای مثل این که این آره یه خود بهش گوش دادم اینا. بعد گفتم حسین آقا میشه 1 کیلو یخ؟ چه رقم پسر جون میخواد؟ گفتم 1 کیلو یخ. دیدم همین صدای اونه. خلاصه نیم ساعتی وایسادم، گفتم میخوای من کمکت کنم؟ گفت نه بچه جون. گفتم نه، من برای که وایسادم اونجا این یخو میگرفت خورد میکرد مینداخت توی این کیسه پلاستیکی، کم اونا نبود که میلاخ لای روزنامه میذاش لای روزنامه میده دست مردم. یه یارو که میخواست بیاد همه کاسه میوردن دیگه، یخای تیک تیکه رو مینداختن اون تو، میوردن خونه، نه میشستن نه چیزی میخوردن و هیچ طورشون نشد. ماشاءالله آقای جلیلوند منو حیران کردی، احسن به این معرفتت، احسن به این نوع یادگیری یا فرا گرفتن، این چجوری این رولا پیدا شده، این نقشا پیدا شده دیگه. نه پنبه‌ای به کار رفت نه چسب زدیم اینا. از فرداش اومدم و گذاشتم. آقای کاملی هم گفت خیلی خوبه، اسم خودش داری حرف می‌زنی. آره من هیچ وقت یادم نمیاد اونجا که بهش میگفت اسم چیه، جواب نمیداد. آخر سر گفت اسم چیه؟ میگفت امیلیانو. امیلیانو زاپاتا. به به